وقالت اليهود، واو بدون دخالت دندون، فقط باید با لبها تلفظ بشه. پس نخونید و، باید بخونید و. قالت القاف ریشه زبان و زبان کوچک، مخرج حرف قاف هستش بدون خروج هوا. پس نمیخونید قالتیل، باید بخونید قالتیل. خب تا وصل میشه به لام الیهود. لام ساکن الیهود در وصل به ما قبل نباید تکون بخوره. پس نمیخونید و قالت الیهود، این اشتباهه. و قالت الیهود، لام بدون تکون خوردن. ها باید ادا بشه. مثلا نخونید یهودو، یهو، نباید حالت آوایی بهش بدید. دال یهود زمش یه حرکت نبیشتر. پس نخونید یهودو لیست، این اشتباهه. یهودو لیستین، یعنی سریع زمه رو رد میکنیم. لیست النصارى. خب لام باید فتحش رو با وضوح بگید. مثلا نخونید لیسه، لی، فتحه رو باید با وضوح بگید. لیست النصارى. خب تا وصل میشه به نون النصارى. نون النصارى به اندازه 2 حرکت کشش پیدا میکنه. میخونید لیست النصارى. پس نخونید لیست النصارى، اینقدر کافی نیست. لیست النصارى میخونید نه، نخونید نا. نصارا نه، نصارا، یعنی نون نازک، صاد درشته. نذارید نون و صاد روی هم تأثیر بزنن. نصارا نون نازک، صاد درشت. میخونید نصا، نخونید نسا. نصا، نخونید نصارا، بخونید نصارا، را درشته. على شیء وقالت. خب میخونید علا، نخونید علا. علا شیء، شین تفشی داره مثل صدای زوزه باد. شی دیگه نخونید شیء، شی اینقدر کافی نیست. شیء تفشی همون صدای زوزه باد، قبلا عرض کردم. شیء نخونید شی، فتحه رو با وضوح بگید. نبر حمزه رو رعایت کنید. شیء وقالت، تنوین جر دق میشه در واو ما بعد، به اندازه 2 حرکت میکشیم، غنه داره. و قالت النصارى. خب قالت توضیح دادم، نصارا داشتیم توضیح دادم، لیست داشتیم، یهودم توضیح دادم، علی شیء بالا داشتیم توضیح دادم. و هم باید لبها کاملا حالت غنچه‌ای به خودش بگیره. یتلون الکتاب. خب تا همس داره، میخونید یت، نمیخونید یتلون، هوا باید خارج بشه. اما همس حرف تا، یعنی خروج هوا از مخرج حرف تا، نباید حالت پنچری به خودش بگیره. نخونید یتلون، این اشتباهه. یتلون به این صورت انگار حالت ضربه‌ای داره. یتلون. خب لام زمش رو به اندازه 2 حرکت میکشید چون ما بعدش واوه. نون یتلونه وصل میشه به لام الکتاب. لام ساکن الکتاب در وصل به ما قبل نباید تکون بخوره. پس نخونی یتلون الکتاب، یتلون الکتاب، این درسته. میخونی کتا، نخونی کتاب، این درسته. اگر وقف کردید که بهتر وقف بکنید، هرچند که ادامه بدید مشکلی برای معنا پیش نمیاد. اگر وقف کردید با تکون میخوره. کتاب به این صورت، چون ساکن عارض میشه و اون وقت قاعده قلقله جاری میشه. چون قطب جد اگر این 5 حرف ساکن داشته باشن تکون میخورن. کتاب به این صورت. خب قلا رو عرض کردم که منظور چیه. کذالیک، میخونی کذا، نخونی کذا. کذالیک کلا نازک و حالت فتحه میخونید. قال الذین، قال توضیح دادم، فقط لام رو اینجا وصل میکنید به لام الذین. لام قال وصل میشه به لام مشدد الذین. قال الذین.
لذین. زال نوک زبان دندانهای ثنایای بالا همراه با ارتعاش صوتی. اگر ارتعاش نداشته باشه میشه سا. سه نقطه. خب یعنی چی ارتعاش؟ یعنی انگشت رو بذار روی حلق و زال رو امتداد بدید، لرزش پیدا میکنه، ارتعاش داره. اگر ارتعاش نداشته باشه میشه سه نقطه. ببینید میگم یعنی کاملا مشهوده و محسوس. اینو امتحان کنید. لا یعلمون، میخونید لا، نخونید لا. یعلمون عین ما بین شدت و رخوته، یعنی نخونید یعلمون، اصلا معنا عوض میشه. یعلمون یعنی درد کشیدن. بعد حالت آوایی نشه، خیلی با رخوت بخونید یعلمون. یعلمون نه، ما بین این دوتا یعلمون. یعلمون صفت توسط داره. مثل قولهم. سا نوک زبان دندانهای ثنایای بالا بدون ارتعاش صوتی، چون سا همس داره. بعد قولهم قاف فتحه رو با وضوح بگید، نذارید بره سمت ضمه. نخوین قولهم قو. قولهم این درسته. رسیدید به لام، لبها کاملا حالت افقی به خودش میگیره، بعد چانه شکسته میشه سمت بالا. قولهم به این صورت. قولهم دیگه نخوین قولهم. قولهم میشه فارسی قولهم. جیم جواز الوجهین، یعنی وقف بکنید یا ادامه بدید، مثل هم هستش. فالله، فا نازک وصل میشه به لام لفظ جلاله الله. لفظ جلاله الله رو با درشتی تلفظ بکنید، چون ما قبلش به اصطلاح فا مفتوحه. پس نخونید فالله. فالله یحکم بینهم. ها بحه داره، تمیز کردن حلق به این صورت. پس نخونید یحکمو. یحکمو. میم یحکمو ضمه بالایش حرکت نمیشتر. پس نخونید یحکمو بینهم، این اشتباهست. یحکمو بینهم این درسته. بینهم نخونید بینهم. بی فتحه رو با وضوح بگید. بینهم، هم لبها کاملا حالت قنچه‌ای به خودش میگیره و ها رو ادا بکنید. نخونید بینهم هم، هوا از شش ها خارج میشه. یوم القیامتی. یو نخونید یو، فتحه نباید بره سمت ضمه به خاطر واو ما بعد. پس نخونید یومل میم وصل میشه به لام القیامه. لام القیامه در وصل به ما قبل نباید تکون بخوره. یوم القیامتی قاف از درشتیش کم میشه چون مکسوره. پس نخونید یوم القیامتی. قی قیامتی این درسته. تا همس داره، تای قیامت، تای گرد و کسره زیرش یه حرکت نه بیشتر. پس نخونید قیامتی فیما، این اشتباهست. قیامتی فیما این درسته. فیما نخونید فیما درسته، حالت فتحی. کانو نخونید کانو اشتباه. کانو درست. نون کانو ضمه‌اش به اندازه 2 حرکت بکشید، چون ما بعدش واوه. این واو ما قبل ضمه رو میگن واو مدی. الف کانو خونده نمیشه. فیه یختلفون. ها فیهی کسره زیرش یه حرکت نبیشتر. پس نخونید فیه یختلفون، این اشتباهست. فیه یختلفون این درسته. یختلفون خا پشت زبون کوچیک جز حروف حلقیه، البته درشت هم هستش، باید درشت ادا بشه. پس نخونید یختلفون. یختلفون این درسته. یخ دومی درسته. یخته تا نازکه. یختلفون نذارید تا تأثیر بپذیره از خاء ما قبل. اینا رو باید تفکیک بکنید، ظرافت تجوید بینه. یختلفون. پس نخون یختلفون، اینا اشتباهست. یختلفون نون آخر هم تکون نمیخوره. نخونی یختلفون، این اشتباهست. یختلفون این درسته. یه بارم براتون بخونم.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.